با یاد روز آشنایی، با یاد روز آشنایی. ببین آشنایی 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 همراه اندوه نگاهم، رفتم که دیگر برنگردم. جدا کن رفتم که دیگر برنگردم. دوره بریم 3 4. رفتم که دیگر برنگردم. برنگردم. آره دیمینوندو دوباره بریم، ولی تو دیمینوندو نظر پوزیشن رو تغییر کنه. برنگردم. رفتم که دیگر برنگردم. از من گذشتی بی تو من از من گذشتی بی تو من هم. از من گذشتی بی تو من هم. رفتم که دیگر برنگردم. با یاد روز آشنایی، همراه اندوه نگاهم. یه خورده نفس عمیق بکش، یه خورده حرکت کن. این اضطراب و استرسی که تو صدات باعث این لرزه شده این برطرف. من شده خاموش و سردم، رفتم که دیگر برنگردم. تمام استارت هایی که داری میزنی انقدر بیجونه که انتهاش دیگه چیزی از صدات باقی نمیمونه. همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه با تنفس ساپورت نمی‌کنی. این صدات کم انرژی. رفتم دگر بدرود پایان گرفت افسانه ما. با یاد روز آشنایی، همراه اندوه نگاهم. رفتم که دیگر رفتم جاشو درست کن. رفتم که دیگر برنگردم. حالا نفسم بهش اضافه کن. 3 4. رفتم که دیگر برنگردم. دیگر نمیمانم به راهم. یاد تو همچون سایه با من. هر جا که رفتم همسفر بود. توی ترانه میگه یاد تو همچون سایه با من، هر جا که رفتم همسفر بود. ولی تو میگی هر جا که رفتم همسفر. توی ملودی وقتی که اینا جدا نشن از هم دیگه مفهوم گم میشه. شنونده قدرت و فرصت تفکیک نداره دیگه. در نتیجه یک جمله عجیب و غریب از تو میشنم. یاد تو همچون سایه با من، هر جا که رفتم همسفر بود. یاد تو همچون یاد تو همچون سایه با من. هر جا که رفتم همسفر. هر جا که رفتم همسفر بود. هر جا که رفتم همسفر. یاد تو همچون سایه با من. هر جا که رفتم همسفر بود. به طور کلی من تصورم اینه که ما چون معمولا پاپ خوندیم، البته این هم از نظر من پاپ هست، ولی خب یه مقدار پاپی که در واقع پشتش یه خورده علم بوده، دانش بوده، تفکر بوده. در نتیجه به خاطر همه اینا، به خاطر این فاجعه است که انقدر نشنیدیم، انقدر دوریم از این نوع موسیقی که بسیار فرصت‌های خیلی خیلی خوبی ایجاد میکنه در ارائه تولید صوت. این نوع موسیقی که شما میتونید در حین اجرا توانایی‌های خیلی زیادی از خودتون متوجه شین و بنابراین بتونید به کار بگیرید در آوازتون یا موسیقی که دوست دارید بخونید. یه جایی تاکیدهای اشتباه داره، یه جاهایی در واقع جمله بندیه شکل درستی نداره از موسیقی.
تو نفس رو یه جا گرفتی که جملت رو ناقص کردی، تاکید رو یه جا میکنی که اصلا ارتباطی به معنی شعر و خود ملودی نداره.